بهشت جایی است که میلیاردها انسان درکی از آن نداشته ولی دوست دارند به آنجا بروند. در هر دین و آیینی به شکل‌های متفاوتی تصویر شده و در این باورند که مکانی است با آرامشی تمام نشدنی. غذاها در بشقاب‌های طلایی، قصرهایی از جنس یاقوت و حوری‌ها. آیا گفته شده ها چیزهایی هستند که دلمان می‌خواهد گفته شود؟ یا اینکه در اصل همه چیز با آن چیزی که ما فکرش را می‌کنیم تفاوت دارد؟ بهشت که تقریباً در هر دین و آیینی یک مکانی برای اعمال ما تصویر شده، با جهنم که ضد آن است دارای نقاط مشترکی هستند. مطمئنم همه شما گاهی اوقات بهشت رو تصور کرده و به این فکر کرده اید که چطور جایی است. همانطور که بچه در داخل شکم مادر دنیا را نمیتواند تصور کند، ما هم همینطور در ذهنمان نمیتوانیم بهشت را تصور کنیم. در واقع سینما که آخرین تکنولوژی ساخته شده از تخیلات انسان می باشد، تصویر کردن بهشت از واقعیتش بسیار دور است. قبل از تماشای این ویدیو کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو را لایک کنید و در ادامه با کانال ایسا تیوی همراه شوید. ویدیویی که قبلا ساختیم درباره بهشت و جهنم در دینهای مختلف رو از لینک بالا میتونید تماشا کنید. بهشت در دین اسلام چگونه تصور شده است؟ دین اسلام بهشت را به بهترین شکل ممکن توصیف کرده است. در دین اسلام بیان شده که بعد از قیامت هر کسی و با هر سنی و هر بدنی که مرده با همان وضعیت از زیر خاک بیرون می آید و حساب پس خواهد داد. برای ورود به بهشت ابتدا در حوض بهشت شسته می شوند. دوباره جوان می شوند و بیماری های آنان از بین می رود. در بهشت مرگ، بیماری و نیازهایی مثل توالت رفتن وجود ندارد. اشیا از طلا، نقره و جواهرات گران قیمت درست شده‌اند. از طرفی در آنجا به هر کسی الهام می شود. در بعضی از روایت ها آمده است که حیوانات در بهشت وارد نمی شوند، ولی گوسفندی که به جای حضرت اسماعیل ذبح شد مدت طولانی در بهشت خواهد بود. براق، مرکبی که پیامبر به وسیله آن به معراج رفت، نیز در بهشت خواهد بود. امثال این نیز وجود دارد. صورت افرادی که در بهشت هستند همانند ماه سفید و درخشان است. در بهشت استفراغ و غیره وجود ندارد و به توالت هم نمی روند. بین مردم جنگ و دعوا و کینه‌ای وجود ندارد. همه قلب ها به هم راه دارند. از ویژگی های بهشت به این قرار است: افرادی که در پایین ترین درجه بهشت هستند دارای 1000 خادمه می باشند و درجات بالاتر دارای 80,000 خادمه. فرد اگر پرنده‌ای دلش بخواهد، آن پرنده به اذن خدا پخته شده و در ظرف طلایی برای فرد آورده می شود. به شخص در بهشت قدرت خوردن و مردانگی 100 مرد داده می شود. هرچه می خورد بوی عرق او خوشبوست. به اهالی پایین ترین درجه بهشت منزلی داده می شود که با 100 سال گشت و گذار داخل آن باز هم تمامی نداشته باشد. این منزل با طلا و نقره درست شده و باغچه های آن با عسل شیر و شیرینی های مختلف پر شده‌اند. دورترین نقاط را به نزدیکترین شکل ممکن مشاهده می کنند و به هر جا بخواهند ظرف چند ثانیه نقل مکان می کنند. اگر شخصی در دهان خود لقمه‌ای بگذارد و یک لحظه در دل خود آرزو کند که ای کاش از فلان غذا بود، همان لحظه این لقمه به همان غذا تبدیل خواهد شد. در بهشت زنان و مردان همقد هستند، چه در درجه بالایی باشند و چه در درجه پایین. افراد در بهشت همقد حضرت آدم علیه السلام هستند. در بهشت روز و شب هم داریم. شب آن از روز آن روشن‌تر خواهد بود و در روزهای خاص خداوند به اهالی بهشت تجلی می‌یابد و این به شخص یک لذت وصف نشدنی می‌دهد. اکثر مراجع دینی بهشت را 7 طبقه می‌دانند، ولی تعداد کمی نیز بهشت را 8 طبقه در نظر می‌گیرند. اولی جنت عدن که در لغت به معنای اقامت دائمی است.
تا خداوند گناهان شما را ببخشد و در بهشتی که در زیر درختانش نهرها جاری هستند داخل گرداند و در بهشت‌های عدن جاودانی منزل‌های نیکو عطا فرماید. این همان رستگاری بزرگ است. سوره صف آیه 12. خداوند اهل ایمان را از مرد و زن وعده فرموده که در بهشت خلد ابدی که زیر درختانش نهرها جاری است درآورد و در عمارت نیکو و پاکیزه بهشت عدن منزل دهد و برتر و بزرگتر از هر نعمت مقام رضا و خوشنودی خداست و آن به حقیقت پیروزی بزرگ است. سوره توبه آیه 72. از پیامبر در مورد این آیه سوال شده و این گونه جواب دادند که آنها قصرهایی هستند که از مروارید درست شدند. درون هر قصر 70 محله از جنس یاقوت قرمز وجود دارد و در هر محله 70 منزل از جنس یاقوت سبز وجود دارد و در هر منزل یک عدد تخت پادشاهی هست. روی این تخت 70 تخت خواب با رنگ‌های مختلف وجود دارد. روی هر یک از تخت‌ها 2 حوری زیبا وجود دارد و در هر خانه 70 سفره پهن است و روی هر سفره 70 نوع غذا وجود دارد. در هر منزل 70 حوری بهشتی وجود دارد که خدا هر صبح انرژی به هر فرد مؤمن عطا می کند که قابلیت نزدیکی با همه آنها را داشته باشد. پیامبر فرمودند که در جنت عدن وقتی بهشتی ها با خداوند دیدار می کنند بین آنها فقط پرده کبریا وجود دارد. خداوند جنت عدن را آفرید و سپس درختهای آن را با دقت خاصی آفرید و سپس فرمود که بیان کن. او هم گفت که مؤمنان به آرزویشان رسیدند که باغهای بهشت عدن باشد که در زیر درختانش نهرها جاری است. متقیان در آن داخل شوند در حالی که هرچه بخواهند و میل کنند در آنجا بر ایشان حاضر است. بله، این است اجر و جزایی که خدا به اهل تقوا عطا خواهد کرد. سوره نحل آیه 31. دومی جنت الفردوس است، به معنای بوستان پر از گل گیاه مختلف و گاهن باغ پر از انگور هم گفته می شود. اگر از خدا بهشت را می خواهید درجه فردوس آن را بخواهید. درجه فردوس بالاترین درجه بهشت است و به همین دلیل توصیه شده که از خدا این درجه از بهشت خواسته شود. سومی بهشت نعیم است و به معنای زندگی مرفه و پر از نعمت و بدون نیاز است. آنان که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند پروردگارشان به سبب ایمانشان به بهشت‌های پرنعمت که نهرهای آب در زیر پایشان جاری است هدایت می‌کند. سوره یونس آیه 9. و مرا از وارثان بهشت پرناز و نعمت قرار بده. سوره شعرا آیه 85. چهارم جنت مأواست. در لغت به معنی محل امن و پناهگاه می باشد. گفته شده که اینجا محلی برای شهیدان و مؤمنان است. اما کسانی که ایمان آورد و کارهای شایسته انجام دادند پس برای آنان بهشت‌هایی که اقامتگاه دائمی خواهد بود که به آنان به پاداش اعمالی که همواره انجام می‌دادند پیشکش می‌کند. سوره سجده آیه 19. و یک بار دیگر هم او را یعنی جبرئیل علیه السلام در شب معراج رسول خدا مشاهده کرد. در نزد مقام سدرة المنتهی بهشتی که مسکن متقیان است در همان جایگاه سدره است. سوره نجم آیه 13 الی 15. جنت خلد پنجمین جنت در لغت به معنای همیشگی بودن و جاودانگی و باقی ماندن است. ای پیامبر بگو آیا این بهتر است سرنوشت دردناک یا بهشت جاودانی که بر پرهیزگاران وعده داده شده؟ بهشتی که پاداش اعمال آنها و قرارگاهشان است. سوره فرقان آیه 15. ششمی جنت دارالمقام است. در لغت به معنای مکان ابدی و محل اصلی برای اقامت است. شکر آن خدای را که از لطف و کرم ما را به منزل دائمی وارد کرد که در اینجا هیچ رنجی به ما نرسد و ابداً ضعف و خستگی نخواهیم یافت. سوره فاطر آیه 35. هفتمی جنت دارالسلام است که به معنای محل سلامتی و امن است و خدا مردم را به سرای سلامت و امنیت که بهشت امن بر سرشته است دعوت می کند و هر که را بخواهد به راهی راست هدایت می نماید. سوره یونس آیه 25.
هشتمین جنت الیون است. بالاترین درجه بهشت است و محل مؤمنان کامل می باشد. گفته شده که بالاترین محل رضایت اینجاست. در بهشت 100 درجه وجود دارد که فاصله بین هر درجه آن به اندازه فاصله زمین تا آسمان است. فردوس بالاترین آنان است و 4 نهر جنت از اینجا بیرون می آید. بالای آن عرش است. در روایات داریم که خارج از این درجات 100 مقام هم وجود دارد. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده باشه با زدن دکمه شیر به دوستانتان این ویدیو رو نشان بدهید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر.